ما باید همیشه متحد و سرجم باشیم و تمام سعی و تلاش خود را برای حفظ صلح و ثبات کامل کشورمان، آبادی وطن محبوبمان، رشد دولت صاحب اختیارمان و بلند برداشتن آبروی آن در عرصه بین المللی روانه سازیم. با امید آبادی و پیشرفت باز هم بیشتری وطن عزیزمان تاجیکستان، بار دیگر فرارسی ماه مبارک رمضان را به مردم شریف کشور تبریک گفته و هر فرد ملت دل شاد و خانه آباد، بخت و اقبال بلند و صلح و آرامی ابدی آرزو می نمایم. ماه شریف رمضان مبارک باشد هموطنان عزیز.